روزا مصاحبه گلشیفته فراهانی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی و مهم فرانسه حسابی تو فضای مجازی و بین چهره‌های معروف سر و صدا راه انداخته. گلشیفته توی این مصاحبه اصلاً حرفی از کشته شدن حدود 40,000 ایرانی بیگناه و اون همه جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داده نزد و فقط از دید خودش گفت که با حمله نظامی آمریکا به ایران مخالفه. خیلی‌ها فکر می‌کنن این مدل حرف زدن یعنی نادیده گرفتن اون همه رنج و سرکوبی که مردم ایران دارن میکشن، آن هم توی یه تریبون بین‌المللی به این مهمی. واسه همین هم کلی آدم شاکی شدن. وسط این بحث‌ها علی کریمی هم با ریپوست کردن یه توییت توی شبکه ایکس به حرفای گلشیفته واکنش تندی نشون داد. کریمی نوشت فکر کن با ماشین زرهی مردم رو زیر کردن، بعد یه سری میان از مبارزه مدنی و مخالفت با حمله نظامی آمریکا حرف میزنن. گوه زیادی نخورید حرومزاده ها. اون در ادامه هم گفت که ما اصلا منتظر نیستیم که آمریکا بیاد برامون رفاه و دموکراسی بیاره، ما فقط منتظریم بزنه ننه شما حرومیا رو. بعد از این واکنش ها شبنم طلویی هم یه ویدیو از خودش گذاشت و به حرفای گلشیفته فراهانی جواب داد. شبنم گفت میدونه که گلشیفته به خاطر کارهای جسورانش بعد از رفتن از ایران همیشه از طرف مردم بالا برده شده و گاهی هم واکنش‌های منفی گرفته و دوباره محبوب شده. کلاً انگار عادت کرده یه چیزی بگه یا کاری کنه که موج را بیفته. ولی شبنم معتقد این بار قضیه فرق میکنه، چون وقتی یه نفر توی شبکه فرانسه به عنوان نماینده ایرانی‌ها دعوت میشه، وظیفش خیلی سنگین‌تر از اینه که فقط بخواد طبق احساسات شخصی خودش حرف بزنه. شبنم خطاب به گلشیفته گفت گلشیفته جان، تو توی اون برنامه وارد جزئیات میشی، تحلیل میکنی و منافع آمریکا رو یادآوری میکنی. از تاریخ ایران و مصدق و محمد رضا شاه پهلوی میگی، ولی یادت میره همون خانومی که روبرود نشسته و یهودی هست، اگه آمریکا و متحدانش به حکومت ویشی حمله نکرده بودن و ریشش رو نمیکندن، امروز نه اون میتونست اونجا بشینه و نه من و تو میتونستیم وارد اون کشور بشیم و حرف بزنیم. شبنم اضافه کرد که درست حمله یا دخالت خارجی برای هیچ ایرانی وطن پرستی تو شرایط عادی قشنگ نیست، ولی یادت نره زمان جنگ ایران و عراق جوانها از هر فکر و خانواده‌ای رفتن تا از خاک ایران دفاع کنن. اون به حمله 12 روزه اسرائیل به ایران هم اشاره کرد و گفت دیدی که بعد از این همه سال شیطنت ایران علیه اسرائیل همه داشتن همدیگر رو به صبر دعوت می‌کردن و میگفتن صبر کنید چون نور به تاریکی پیروز میشه. چرا؟ چون دیگه جون مردم از دست این حکومت به لبشون رسیده. شبنم گفت گلشیفته جان، میدونی چقدر بچه و جوون و آدم حسابی توی این روزا کشته شدن؟ خیلی‌ها داخل ایران منتظرن یه نیروی نجات دهنده‌ای برسه تا از شر این حکومتی که با اسلحه و نیروهای اجیر شده خارجی به مردم شلیک میکنه خلاص بشن. اون پرسید که آیا حضور نیروهای هشت شعبی و عراقی برای تو حضور نیروی خارجی و مخرب حساب نمیشه؟ شبنم در آخر گفت تو وقتی اونجا دعوت شدی فقط خودت نیستی، تو به اندازه تمام اون آدمایی که فالوت میکنن و اون 90 میلیون ایرانی که خودت گفتی خانوادت هستن مسئولی. اون اشاره کرد که شاید اون مجری به خاطر شرایط تلویزیون دولتی نتونه بگه که آزادیش رو مدیون حمله آمریکاست، ولی تو میتونی صدای مردم باشی و بگی که اونا چقدر تحت فشارن و به کمک نیاز دارن، همونطور که یه روزی فرانسه به کمک نیاز داشت. اما دامنه این خشم و انتقادها فقط به همین مصاحبه ختم نشد. محمد حسین مهدویان هم توی جشنواره فیلم فجر، همون جشنواره‌ای که خیلی از مردم و هنرمندا به خاطر عزاداری برای کشته شده‌ها و جنایت‌های حاکمیت تحریمش کرده بودن، توی یه مصاحبه گفت هنرمندایی که توی این جشنواره شرکت نکردن آدمای ترسویی هستن. بعد از این حرف‌ها مهران احمدی با انتشار یه ویدیو واکنش خیلی تندی به مهدویان نشون داد. مهران گفت سلام، این یه جواب به یه همکاره. آقای مهدویان، دوست جوون و کم تجربم. اولین خاطره‌ای که ازت دارم اینی که یه دوست مشترک گفت یه جوونی هست تو تلویزیون کار میکنه، یه سری آرشیو بهش دادن و باشون فیلم میسازه و خیلی دوست داره تو رو ببینه. خواستم یه چیزی رو بهت یادآوری کنم. من مهران احمدیم با 35 سال سابقه توی این حرفه. من لیسانس بازیگری دارم و از دستیاری و تدارکات گرفته تا گارسونی هر کاری کردم تا خرج تحصیلم رو در بیارم، چون خانواده پولداری نداشتم. پشتم به هیچ جا گرم نبوده و نیست و خدا رو شکر از هیچ جای دولتی و حکومتی هم واسه فیلم هام پول نگرفتم.
ولی تو که پشتت و پولت حسابی گرمه، حق نداری به ما که برادرها و خواهرامون توی خیابونای همین شهر تو خون خودشون غلطیدن و عزاداریم برچسب ترسو بودن بزنی. ما ترسو نیستیم، ما عزاداریم و وارد جشنواره نمیشیم. در ادامه احسان کرمی هم به یه بخش دیگه از حرفای مهدویان واکنش نشون داد. همون جایی که مهدویان گفته بود هنرمندایی که از کشور رفتن بوی کباب به دماغشون خورده بود و خبر نداشتن دارن خرداغ میکنن. احسان کرمی گفت حسین مهدویان توی اون یه روزی که حضور پربرکتی برای جمهوری اسلامی توی جشنواره داشت، حرفای جالبی زد. اول اینکه گفت ستاره هایی که نیومدن ترسوان و دوم اینکه اونایی که رفتن و علیه حکومت موضع گرفتن بوی کباب شنیدن ولی دیدن دارن خرداغ میکنن. خریت یعنی اینکه آدم یه مسیر وحشتناک و سخت و پر از چاه رو ببینه ولی بازم به عشق کاهو و یونجه توی همون مسیر قدم برداره. دقیقاً مثل مهدویان که تیشرت خون جوانان وطن رو میپوشه ولی میره توی فستیوالی شرکت میکنه که برگزار کنندش همون حکومتیه که 10,000 نفر رو به رگبار بسته. ننگ این همکاری و خونشویی همیشه روی پیشونی امثال مهدویان میمونه. جشنواره امسال عملاً شده جایی که دارن خرداغ میکنن و اتفاقاً اون ستاره هایی که پاشون رو اونجا نگذاشتن خیلی خوب و هوشمندانه فهمیدن که اونجا چه خبره. در آخر هم از همراهان آزادیخواه خواستن که با لایک و کامنت حمایت کنن و برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید سابسکرایب کنن و زنگوله رو بزنن.